رفقا میخوام آخر هفته‌ای دعوتتون کنم تا یه شکم سیر با هم بخندیم. به چی؟ معلومه دیگه، به ریش زهرمالی شده ولی فقیه، به جنگولک بازی های موشکیش، اونم تو دوره پسازرخوران. انبوه پایگاه‌های موشکی دوربرد ایران در اعماق 500 متری زمین آماده مقابله با تهدیدهای دشمن هست. آقا تا اینجای کار خیلی ترسیدیم. این همه جنازه موشک، اونم تو عمق 500 متری، خیلی ترسناکه دیگه، مگه نه؟ بریم ببینیم دیگه چی قایم کردن. نقطه‌ای از ایران اسلامی 500 متر زیر زمین، شهری است که حتی در خیال دشمن هم نمی گنجد. بیا با ما همسفر باش و نگاهی بیانداز گوشه‌ای از اقتدار دفاعی سپاهیان اسلام. آتش فشانی در اعماق زمین که اگر فوران کند خانمان سوز است برای هر بیگانه. پیرامون ما همه کشورها ناامنه و کشور ما در اوج ثبات قرار داره. اینا نتیجه تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح، پاسداران ما، بسیجیان ما، ارتش ما، نیروی انتظامی ماست. از این بابت باید ملت ایران مطمئن باشن. ملت ایران مطمئنن، خیلی هم مطمئنن. یعنی اگه کسی سر سوزنی شک داشت که این رژیم آشلاش یه لاشخور کاغذی بیشتر نیست، حالا با این جنگولک بازی ها مطمئن شد که آخوندهای فلک زده هیچی تو چنته ندارن. آخه کسی که مشتش پره که نمیاد اینجوری داد و قال را بندازه، که این دادر و دودورا مال کسیه که جیبش خالیه. ما کمتر استان، شهر و شهرستانی داریم که حداقل یک پایگاه موشکی نداشته باشیم. آنچه که شما میبینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه. تونل های تو در تو و تا چشم کار میکند موشک های دوربرد بالستیک. این آخری رو خوب اومدی. ولی فقیه الان تو تونل های تو در توی مصیبت و بحران گیر کرده، بعد جوری هم گیر کرده. اما این تونل هایی که عظما توش گیر کرده اسم داره. اسمش چیه؟ برای شلیک به سمت دشمن آماده ایم. تونل وحشت. زدی تو خال. اسمش تونل وحشته. خب ولی فقیه از یه طرف به مجلس وحوش نگاه میکنه که سر یه برجام دارن هم دیگر رو تیکه پاره میکنه. بعد به سوریه نگاه میکنه، میبینه جنازه آشولاش همدانیشو واسهش آوردن. خب وحشت میکنه دیگه. واسه اینکه وحشتشو بپوشونه چیکار میکنه؟ میره تو خط موشک بازی. حالا انعکاس خبرگزاری ها رو بشنوید. پرتاب موشک و این فیلم زیرزمینی در پاسخ به فشار قانونگذاران است که ثابت کنند ارتش در اثر توافق ضعیف نشده است. منظورش اینه که مصرف داخلی داره. حرفش اینه که این شیرنگ تخته ها بچه‌رم نمیترسونه. با این حال ولی فقیه به روزی افتاده که باید حساب همین عربده کشی های دوزاری خودش رو هم پس بده. یعنی جای جاش بابت همین موشک پرونی ها هم گوششو میکشن. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: هیچ کس در حال حاضر و در آینده چشمانش را بر فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نبسته است. رژیم ایران به وانمود کردن داشتن چنین قابلیتی در منطقه ادامه می‌دهد. ما در تمامی اهرم‌های دولت آمریکا دارای ابزار در دسترس برای برخورد با این فعالیت‌های شریرانه و بی‌ثبات کننده رژیم ایران هستیم. بله، خلاصه این که اگه این شلتاق پلتاقا دردی از نظام دوان نکرد، لااقل یه سوژه خوب خنده‌دار واسه موشکاف امشب جور کرد، مگه نه؟ موشکا